درود دوستان، خوش آمدید به ویدئوی بعد از ظهرمون. امروز میخوایم دوباره بریم سراغ ریپل. منتها خب کمی متفاوت‌تر از روزهای پیش. حرکت ریپل رو دارید مشاهده میکنید. کانال اگه دنبال بکنید، کانال تلگراممون اونجا لحظه‌ای براتون کار کردیم حرکتش رو، یعنی تقریبا بریکاوتی که اینجا داشت رو ما داشتیم راجعش صحبت میکردیم. بعد دیگه 6 هم رد کرد و یعنی $60 رو رد کرد. اون انسجامی که داشتیم، اون کانسولیدیتی که داشتیم کامل شکستیم و حرکت رو بالا رو تجربه کردیم. برای این چیزا هست که بهتون میگم دوستان، ویدیوی صبح رو حتما دنبال بکنید، ویدیوی صبح رو حتما ببینید. تأثیرات خبر این شکلیه دیگه، یعنی خبر این شکلی روی یک به طور مثال استی تاثیر میذاره، روی یک کوینی تاثیر میذاره. تأثیرات خبرهای امروز هم میدونید که یعنی صدقه سر چی هست؟ صدقه سر RUSD که قراره امروز لانچ بشه. ما تایم دقیق نداریم که مثلا ساعت 5 ساعت 10 شب چنده، ولی میدونیم امروزه. حالا امروز ممکنه بشه فردا صبح ما، یعنی ممکنه 5 صبح 4 صبح هم باشه. حالا جلوتر راجع اونم صحبت میکنیم. اما چیزی که خیلی اینجا مهمه مارکت کپه که 151 میلیارد شده و والیومی که 15 میلیارد شده. یعنی والیوم ما به شدت افزایش پیدا کرده. یعنی برخلاف نگاه کنید روند رو ببینید، برخلاف گذشته‌ای که داشتیم صحبت می‌کردیم والیوم 6 میلیاردی 7 میلیاردی الان شده 15 میلیارد و قاعدتاً این والیوم خیلی تاثیر میذاره روی حرکت ما. بیایم روی چارت ببینید دوستان، طبق معمول ما احتمالات رو در نظر میگیریم. اگر احتمالات رو در نظر نگیریم داریم کار اشتباهی میکنیم. باید ببینیم که به کجا قرار ختم بشه مسیرمون. اگر لانچ بدی داشته باشیم یا خوبی داشته باشیم، هر کدوم اون لانچ RLUSD منظورمه که استیبل کوین یا کوین ثابت ریپل، هر کدوم تاثیر میذاره. اما ما برکت خواهیم داشت. برکت ما احتمالاً تا خدمتتون عرض بکنم $2.75 یعنی تا این ناحیه‌ای که خطشو کشیدیم و بعد تا $2.90 حرکت بکنه و حتی به شکل پتانسیلش هست که تا $3 هم بریم، یعنی حرکت داشته باشیم، آل تایم های بشه، یعنی اوج قیمتی پیدا بکنه. وضعیت مارکت خیلی خوبه. بیت خیلی وضعیت خوبی داره. ما $107 هستیم. شاخص رو نگاه بکنیم، شاخص در حال رنج زدنه. SPDR رو نگاه بکنیم میبینیم که باز هم در حال رنج زدنه. US راسل 2000 رو نگاه بکنیم میبینیم که روند نزولیشو داره طی میکنه و همچنین دامیننس مارکت دامیننس USDT و تتر رو هم اگه نگاه بکنید نزولی هست. خود دامیننس بیت کوین یه ریجکشنی اینجا روی 57.89 داره. اینو می‌خواستم رو کانال تلگرام بذارم براتون، گفتم رو ویدیو صحبت می‌کنیم. اینجا مثل این که خیلی داره مقاومت نشون میده برای این که جهشی رو بالا نداشته باشه و شاید حرکت خوبی باشه. منتها اینا تحلیل تکنیکال ما هست. تحلیل فاندامنتال ما میشه همون RUSD لانچ بد یا لانچ خوب که راجعش صحبت خواهیم کرد. ما برای بیت کوین دیمند داریم، تقاضا داریم در آمریکا و همونطور که دیروز هم با هم دیگه چک کردیم ایندکس پریمیوم کوین بیس رو نگاه کردیم دیدیم که در ایالات متحده آمریکا تقاضا بالاست و میدونیم که کامیونیتی و جامعه‌ای که طرفدار ریپل هستن، سرمایه گذارانی که ریپل رو دوست دارن، XRP رو دوست دارن در آمریکا زیادن، علاقه زیادی هم به ریپل دارن. پس میتونه این باز مثبت باشه برای XRP با خبر اینجوری جهش پیدا کرده. یعنی پامپای این شکلی بیشتر به اخبار وابستن. این تصمیم خود شماست اینکه چه تایمی میخواید ورود بکنید. من به شخص این تایم ورود نمیکنم چون این داره همینجوری میره بالا و هنوز معلوم نیست کجا ختم میشه داستانش. من چند تا ناحیه دارم. یکی $2.60 تو که رد کرده، ناحیه بعدیم $2.69 $2.70 بعدیش $2.74 $0.75 بعدیش $2.79. باید ببینیم حرکت چجوری پیش میره. حالا میگم بیشتر راجع به صحبت میکنیم. صرافی هایی که قراره RLUSD رو لیست بکنن دوستان صرافی های بزرگی نیستن به غیر مثلا مونپی یا مثلا چه میدونم
بیت استمپ اگر که بخوایم 100% آره مثلا مونپی جزو، ولی بقیه صرافی‌ها فعلا نیستن. این میتونه رو لانچش تاثیر بذاره، روی ارزش تاثیر بذاره و مارکت کپش رو هم مشخص بکنه. اگر ما صرافی‌های بزرگی رو داشتیم الان، بله مارکت کپ خیلی خوبی رو میتونستیم پیش بینی بکنیم برای RUSD. مثلا کوین مینا اصلا کلا تو خاورمیانه است، برای بحرینه، برای دبی. حالا اگر ما لانچ خوبی رو داشته باشیم برای RLUSD، احتمال داره که این روند رو بریم بالا. اگر لانچ خوب نباشه، اگر که ارز خوب نباشه، احتمال داره ما رو بولترپ یا تله گاوی گیر کنیم و بعد برگردیم به کف اون رنجی که داشتیم حرکت میکردیم. کف رنج ما این نواحی بوده، اینجاها هستیم تقریبا، ببینید اینجاها. این میتونه کف رنج ما باشه اگر که تو بولترپ گیر کرده باشیم، یعنی روی خطی که داشتیم. اینو نمیشه نادیده گرفت دوستان، این موارد رو نمیشه نادیده گرفت. این حرکت جهشی که رو به بالا داریم، این وابسته به خبر هست و خبر روش تاثیر گذاشته. من شخصا بهتون گفتم اگه چیزی بخوام بخرم اینجا این کارو نمیکنم، منتظر میمونم. گرچه خب استراتژی هر فرد متفاوته، یعنی کسی اون نوعی نگاهی که به بازار داره کاملا متفاوته. باید ریسکاشو بپذیرید، باید ریسکاشو در نظر بگیرید. هر چیزی امکان داره. ببینید ما این دو تا ناحیه رو میبینید اینجا بین 2.60 تا 2.70 2.69 اینا، این ناحیه‌ای هست که اگر الان ما ازش عبور بکنیم نزدیک بشیم به $2.75 روی بالا خواهیم رفت. این تکنیکالمونه. اگر امشب مثلا RLUSD لانچ شد، کوین استیبل یا ثابت ریپل لانچ شد، اومد تو اون صرافیایی که گفتن و خوب لانچ نشد، ناراضی بودن خیلیا، مارکت کپش خیلی پایین بود، دوستان ما جهش رو پایین خواهیم داشت، یه بریکت بیریش خواهیم داشت. پس اگر دارید مانیتور میکنید باید اون لحظات رو هم مانیتور بکنید. تمام سعیمون این که تو کانال تلگراممون این مباحث رو سریع بهش بپردازیم. پس کانال تلگراممون رو دنبال بکنید، لینکش پایین این ویدیوست. اونجا لحظه ای اگر که تونستیم هر خبری مرتبط به این موضوع بود و براتون قرار میدیم که جا نمونید از خبرها، اگه خبرها رو دنبال میکنید. گرچه کار طاقت فرساییه ولی خب مهم و تاثیرگذار. همین الان میبینید ما یه کندل قرمز رو تایم فریم 1 ساعته داریم که هی این قرمزه و دوباره سبز میشه. تو این دوتا ناحیه به نظر من فعلا شاید 1 ساعت حداقل یه بازی داشته باشیم، شاید هم کمتر. بعد اگر که به شکل تکنیکال اون تحلیلی کردیم درست باشه رو بالا حرکت بکنیم. امکان $3 هست، بله امکان دیدن $3 هم وجود داره تا قبل از اینکه ما لانچ RLUSD رو داشته باشیم. اون لانچش تعیین کننده از خودش. نظرتون رو بنویسید. به نظرتون در واقع عرضه استیبل کوین ریپل یا همون RLUSD چگونه خواهد بود؟ به نظرتون مثبت خواهد بود، تاثیرگذار خواهد بود یا نه؟ یه نکته هم برای اون دوستانی که سوال شده بود براشون که این استیبل کوین چقدر میتونه مگه تاثیر بذاره روی XRP، اصلا تاثیرش چیه؟ ببینید ما باید برگردیم به اون پشتوانه اون ریپل، پشتوانه اون RLUSD یا استیبل کوینی که وجود داره. خب قاعدتاً بر اساس دلار قیمت گذاری میشه، ولی همیشه کمپانیایی هستن که میان به عنوان پشتیبان اون استیبل کوین یا اون کوین ثابت قرار میگیرن. الان ریپل این اتفاق براش افتاده و ما هم به عنوان پشتوانه ارزی بیت کوین داریم، هم XRP رو داریم و اگر که RLUSD مارکت کپ خوبی پیدا بکنه، تقاضای خوبی داشته باشه، قطعا روی XRP هم تأثیر خواهد گذاشت. این تأثیریه که میتونه روی XRP بذاره. دنبالمون بکنید حتما. فردا هم که ویدیو داریم از دستشون ندید. میبینمتون. فعلا امیرمون میره.